سلام عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من رویا هستم، مدرس زبان فرانسه. از من خواسته بودین در مورد اعداد دوباره و ساختن اعداد دوباره توضیح بدم. من البته قبلا کلا از 1 تا 100 رو براتون گفتم، ولی امروز براتون میگم دوباره باز یه مروری و ساخت اعداد به زبان فرانسه رو دوباره توضیح میدم. حالا شروع میکنیم. 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 این 1 تا 10 بود به فرانسه. حالا 11 11 12 12 13 13 14 یعنی 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 یعنی 20. حالا اینجا رو تا 20 شمردم. حالا 30 40 40 50 50 60 60 70 80 80 90 100 یعنی 100 1000 یعنی 1000 میلیون یعنی میلیون. خب من این از 1 تا 10 و یه بار شمردم، بعد 10 تا 20 رو شمردم، بعد از 30 تا 100 و تا براتون 10 تا شمردم. بعد یه چیزی که اینجا برای ساخت اعداد مهمه اینه که شما وقتی که تا 20 که میرسی، وقتی میخوای بگی 21 میگی 21 یعنی یه و میاد بین 20 و 1 یعنی 21 22 23 همینطور میرین ادامه میدین تا 30. بعد با 31 که میخوایم بگی میشه 31 یعنی 31 دوباره 31 32 33 همینطور ادامه میدین تا میرسین به 40 41 42 دوباره همینطور تا 50 یعنی 50 و 60 که یعنی 60. از 60 به بعد میشه 70 اینطوری میشه 70 یعنی 60 و 10 که میشه 70. 60 یعنی 60 70 یعنی 70. بعد میخوایم بگیم 71 میگیم 71 یعنی 60 به علاوه 11 71 یعنی 71.
72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 دوباره 77 که میرسیم میشه 77 78 79 80 80 دوباره 81 یعنی 81 82 82 میریم همینطور ادامه میدیم تا بعد برای اینکه بخوایم بگیم 91 میشه 91 92 93 94 95 96 97 99 18 99 یعنی 99 بعد 100 یعنی 100 میخوایم من مثلا بگیم 200 که وقتی میخوایم بگیم 100 که فقط میشه 100 وقتی میخوایم بگیم 200 میگیم 200 وقتی میخوایم بگیم 300 میشه 300 یعنی 300 400 500 یعنی 500 همینطور ادامه میدیم تا میرسیم به میل تا 1000 به هر حال از اینکه گوش کردین خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که به دردتون بخوره. حتما تمرین کنین. اعدادش در این اینکه خیلی به نظر میاد پیچیده است ولی یه فرمول خاص داره. همون فرمول ادامه بدین تمام اعداد براتون راحت میشه. اگر این پست براتون مفید بود لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه اشکالی هم داشتین برام بنویسین، حتما براتون جواب میدم. خدا نگهدار.